نباشید. اومدیم با آموزش ایدراپ راکی ربیت و 0 تا 100 رو بهتون آموزش بدیم. دوستان این صفحه کلیه بازیه. بعد مثل همستر اینجا، ولی این فرق میکنه. اینجا کل پولی که تا حالا ازش گرفتیم و جمع کردیم و بهمون نشون میده. اینجا هم پروفیتمون که در ساعت بهمون چقدر میده و اینجا هم اسپانسرشه که این دقیق نمیدونم، ولی به اون شبکه‌ای که میخوایم بهش مثلا تبدیل بشه میذاریم که من تون کوین گذاشتم. بعد اینجام کل پولی که من الان دارمه. بعد این هم لولمه. بعد این لول قضیهش فرق میکنه. لول این بازی چه جوریه؟ ما باید بریم تو قسمت ماین و وقتی اومدیم تو قسمت ماین باید بریم توی گزینه سوم روی تورنمنت بزنیم. اینجا یه عالمه عکس از خرگوشه. بعد اول بازی که میایم مال شما اینه، لول 1. بعد میایم روی این گنده لول 2 و این کت و شلوار آبی لول 3. این چه جوریه؟ ما باید چیکار کنیم؟ اولیو که ما داریم باید ارتقاش بدیم. همون اولی عددی یه پولی داره، ما اونو پولش اگه داشته باشیم ارتقاش بدیم میتونیم اینو به لول 10 که برسونیم تموم میشه و میریم لول بعدی. اینجوری نیست که به یه پولی برسی بعد بخوای ارتقاش بدی. اینجام که میبینیم رنگی شده مال من، یعنی پولم میرسه و میتونم ارتقا بدم، ولی ارتقا ندادم. و اینم همین جوریه دیگه. وقتی من بیام روی این بزنم 326,000 تا ازم میگیره و 762 تا بهم پروفیت میده و لولم از 6 میشه 7. دوباره بقیه‌شو باز توی جلوتر براتون میزنم. بعد تو بخش اول که بیاین فایتر، یعنی انگار مبارزا، اینجا که بیاین رو قسمت آپگریدش که باشه یه سری عکس ها میبینین که وقتی لولتون 1 باشه یه بار میتونین همه رو ارتقا بدین. بعد قلف میشه مثل همین تیکه روش گرفته. بعد لول 4 باید بشین. اینجا هم گفته لول 4 باید بشین. بعد دوباره بتونین اینا باز بشه براتون و بتونین پروفیت جمع کنین. بعد بخش جالبش که هست اینجا روی کلایم که بزنین، وقتی شما این کارتایی که توی آپگرید هست رو بخرین تو بخش کلایم براتون بعضی کارت ها باز میشه اینجوری و مثل این ثانیه ای نیست، براتون باز میشه و وقتی زیر به اندازه اون پولی که اینجا زده بهتون میده. یعنی شما مثلا اگه کل کارت های آپگرید رو بخرین همش بشه با هم رو هم بشه 100 اینجا که بیاین اینا همه رو بگیریم بیشتر از 100 میشه و راحت پولتون رو میتونین پس بگیرین و یه پروفیتی هم زیاد کرده باشین. تو بخش آخرش اینجا پروفیت میتونیم بگیریم ولی زیاد ارزون نیست و یکم گرونه و پروفیت کم میده و مثل آپگرید که کلایم داره این کلایم نداره. بعد توی قسمت دومیش اینجا هم شبیه قبلی است. اینجا ما تو بخش آپگریدش کارت داریم مثل قبلیه و اینا رو میخریم و بهمون پروفیت میده. بعد تو بخش کلایم کناریش ما میتونیم پولایی که انگار خریدیم و انگار یه درصدیشو از اینجا ورداریم. مثلا من اینو اگه بخوام وردارم 16 بهم میده. پولش میاد توی چیز و دوباره 23 ساعت و خورده ای، انگار 24 ساعت دیگه من میتونم دوباره این کارتو بخرم و این قسمتش خیلی باحاله. بعد تو تورنمنت هم که لولاه، الان مثلا من اینا رو نمیتونم ارتقا بدم. وقتی تورنمنتمو به لول 10 برسونم میتونم راحت اونو دوباره ارتقا بدم و دوباره وقتی این یکی پایینیشم بگیرم دوباره اون برام باز میشه و میتونم ارتقا بدم. بعد اینم از این قسمتش. تو بخش بتل پایین ایناش هنوز نیومده و میگم به زودی میاد. بعد تو بخش فرندام هر نفری که دعوت کنیم بهتون 1 تن میده، 1/1000 تن بهتون میده و 1% هم پول بهتون میده.
تو بخش ایدراپ هم که کانکت ولت داره، ولی گفته که به زودی میاد و هنوز نمیتونیم وصل کنیم به ولت. تو بخش اول که بیایم تو بخش این رد و برقه، اینجا ما میتونیم مثل همستر، دقیقا شبیه همستر، ما میتونیم 6 بار انگار بعد 1 ساعت ما میتونیم مخزنمون رو پر کنیم، ولی اینجا 7 داره و اولیو وقتی بخوایم ارتقا بدیم تاچمون میره بالا. مثلا مال من 8 تاییه میشه 9 تایی، 10 تایی، 11 تایی و وقتی دومیه رو ارتقا بدیم مخزنمون زیاد میشه 5000 تا، 5500، 6000 تا. اینجام گفته که برای بخش برای بخش تپا یکی یکی میره بالا و برای بخش مخزن 500 تا 500 تا. بعد تو قسمت ارنش که برین، وقتی بیاین داخل اینجا روزانه مثل همستر بهتون سکه میده و روز اول 1500 تا، روز دوم 3000 تا، سوم 6000 تا و آخریش هم انگار توی یه هفته بهتون آخرین روزش 96 کا بهتون میده. این هم خیلی خوبه و اینا هم که یک بار بزنین داخلش بیاین بیرون بهتون اون تعداد سکر بهتون میده. برای اینم که باید توی داخل همون جای اسپانسر بعد یه دونه رو انتخاب کنی که من تون کوین رو انتخاب کردم، سولانا و بای بیت و اینا هم داره، هر کدوم رو دوست داشتین میتونین ارتقا بدین. بعد پایین تر هم بیایم که همون میشن هست و وقتی برگردیم تو قسمت آخرش هم مثل اولی است. بعد دیگه فکر نکنم چیزی مونده باشه. اینم از توضیح مختصری در مورد ایدراپ راکی ربیت. امیدوارم اطلاعات خوبی کسب کرده باشید. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا خداحافظ.